این زیبایی ها رو دیدم، این گستردگی رو دیدم، بچه های مدرسه می اومدن جمعی رو دیدم، هوای تمیز رو دیدم. یاد یه ضرب المثلی هم افتادم که پاتو از گلیمت درازتر نکن. کسی چه میدونه گلیممون چه اندازه است؟ خودمونم نمیدونیم. آره قبول دارم نمیتونیم این ضرب المثل رد کنیم. فرهنگ ما طولانی مدت باهاش زندگی کردیم و ازش درس گرفتیم. ولی یعنی چی که پامو درازتر نکنم؟ یعنی همیشه ساکن بمونم؟ قبول دارم وقتی حقوقم اینقدر خرجم اینقدر، خب معلوم مشکل خواهم داشت، ولی معنیش این که ثابت بمونم، ساکن بمونم؟ نه، تلاش میکنم. اگه به همون حد قانع بودم الان هنوز غارنشین بودم. من نوعی ها. پس اندازه ها رو یه جای نگه میداریم ولی تلاشمون رو هم میکنیم. مثل چاقوی دو لبه. ضرب المثل ها رو از چند جنبه نگاه کنیم با زوایای دید مختلف.